بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان خوبم. فرزانه هستم و امروز در برنامه پروازی اندیشه در رادیو مهر با شما خواهم بود. دوستان یک لحظه فکر کنید عجیب ترین مسئله‌ای که در این چند روز شنیده اید چی بود؟ امروز دانستنی های عجیبی داریم. پیشنهاد میکنم آن را از دست ندهید و با پرواز اندیشه همراه باشید. آیا میدانید سرعت جریان خون شما چقدر است؟ دل شما دستگاه جالبی است. دل خون را در رگ‌های خونی پامپ میکند و به وسیله آنها به همه جای بدن میرساند. سرعت خون در رگ‌های خونی به وضعیت سلامت شما بستگی دارد. ورزش کردن سبب می شود که دل خون را شدیدتر پامپ کند و سرعت جریان خون بالاتر رود. خون به این دلیل در بدن گردش میکند که از شش‌ها اکسیژن گیرد و از دستگاه گوارش مواد غذایی را گیرد و آنها را به اعضای بدن رساند و سپس مواد زائد را هم از بافت‌های بدن خارج میکند. دل روزانه 100,000 بار گشاده و پوشیده می شود و در این مدت تقریباً 13,000 لیتر خون را جابجا می کند. فقط در مدت 1.5 ثانیه از دل عبور کرده و بعد از آن 6 ثانیه طول می کشد تا از دل به شش‌ها رفته و به دل دوباره بازگردد. سپس در 8 ثانیه از دل به مغز سر می رود و دوباره به دل باز می گردد. اصلا برای چی دل ما می تپد؟ هیچ کس در این باره چیزی نمی داند. ما فقط این را می دانیم که دل به طور خودکار و طبیعی باز و بسته می شود. ولی علت تپیدن دائمی دل یکی از اسرارهای جهان است که کسی نمی داند. خندیدن برای دل شما خوب است. این کار سبب می شود تا کمتر استرس گیرید و ایمنی بدن را بالا می برد. پس دوستان عزیزم، امیدوارم همیشه شاد باشید و بخندید. تا یک برنامه جالبی دیگر، خدا نگهدار.